أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا صحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا انك انت العليم الحكيم. ادامه بحث و موضوع گذشته روی سخن با بنی اسرائیل هست، قومی که در گذشته بیشتر انبیا و پیامبران الهی از همین قوم بودند. الله عز و جل نعمتهای خودش را، چه اون نعمتهایی که روحانی هستند و چه اون نعمتهایی که جسمانی هستند، اونها را یادآوری می فرماید و هدف از تذکیر نعمت و یادآوری نعمت این هست که اونها به سوی خدا بیایند و اونها اطاعت کنند. الانسان عبید الاحسان، انسان بنده احسان است. به کسی که احسان کنی، به کسی که نیکی بکنی، خدمتت میکنه، از تو اطاعت میکنه. لذا الله عز و جل نعمتهایی که در قرون گذشته و در سالهای گذشته هم بر موجودین هم بر پدران و اجداد اونها عنایت فرموده بود، اونها را یاد میکند. الله میفرماید ای بنی اسرائیل، یاد کنی نعمت من را، التي انعمت علیکم، اون نعمتی که من بر شما انعام کردم، نعمت روحانی و جسمانی. گرچه نعمتها به صورت فهرستوار می آیند، اما مزید بر این نعمتها، اضافه بر این نعمتها، و انی فضلتکم علی العالمین، من پروردگار شما را برتری دادم بر همه عالمیان، فضیلت دادم بر عالمیان. منظور از عالمیان، همه مفسرین نوشتند عالمی زمانهم، بر عالمیان زمان اونها، بر انسانهای زمان اونها. اون زمان در زمان خودشون بنی اسرائیل بهترین ها بودند چون دین الهی را داشتند، اما در این زمان الله عز و جل به این امت فرموده کنتم خیر امت بعد از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم. لذا بعد از ذکر این نعمت ها به صورت اجمال، الله عز و جل ترهیب میده اونها را. واتقوا یوما لا تجزی، بترسید از آن روزی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یعنی لا یغنی احد عن احد، هیچ نفسی به نفسی دیگه فایده نمیده، دفع نمی کند هیچ نفسی از نفس دیگر چیزی را. ببینید اگر در دنیا یک انسانی گرفتار بشه، برای انسانی مصیبت پیش بیاد، چه به زندان، چه به مریضی، به یه مصیبت دیگری، چند صورت هستند که میشه اون انسان را کمک کرد. مثلا اگر گرفتار دادگاه بشه، گرفتار زندان بشه، گرفتار محکمه بشه، میشه که به جای او کسی دیگر خودش را ضامن قرار بده و او را نجات بده، او را بیرون کنه، یا اینکه کسی برای او سفارش بکنه آقا
اینو شما ببخشید، شفیع و سفارش و پارتی خوبی داشته باشه. سومی صورت اینه که رشوهی به کسی که او را گرفته، کسی که حاکم هست، امیر هست، قاضی هست، به او رشوهی پولی بدند تا او را آزاد بکنه، و یا اینکه از طریق دیگه او را یاری بکنند، او را نصرت بکنند، حزبی داره، گروهی داره، پارتی داره، به کمکش بشتابند و او را نجات بدهند. اینها صورتهایی هستند که در دنیا متصور هستند. الله عزوجل همه این صورتها را نفی می فرماید، همه این راهکارها را در اونجا نفی می فرماید، هیچ یک از اینها اونجا وجود ندارند. لذا الله می فرماید واتقوا یوما، بترسید از آن روزی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا. نفی طریق اول نجات، دفع نمی کند، دور نمی کند هیچ نفسی از نفسی شیئا، چیزی را هیچ کسی نمیتونه کسی دیگر را اونجا کمک بکند. ولا يقبل منها شفاعت، نفی طریق دوم یعنی نجات با سفارش، با پارتی. الله می فرماید ولا يقبل منها شفاعت، و قبول نمیشه، پذیرفته نمیشه از اون نفس شفاعت، سفارش قهری، سفارشی که بیاید با وجاهت و قهر و زورش بیاد سفارش بکنه، چنین چیزی وجود ندارد. ولا یؤخذ منها عدل، نفی طریق سوم هست که انسان پول بده، رشوه بده. الله می فرماید ولا یؤخذ منها عدل، و از آن نفس گرفته نمیشه، رشوه گرفته نمیشه. رشوه یا فدیه که قبول بشه هیچ کدوم از اینها نیست. ولا هم ینصرون، نفی طریق چارم، آنها یاری نمیشوند به نوع دیگر که در دنیا مروج هست، گروهی را یاری میکنند، مورد یاری و کمک به هیچ صورتی واقع نمیشوند. اونجا فقط و فقط الله انسان را میتونه نجات بده ولا غیر. لذا الله میفرماید از اون روز بترسید، از سختی های اون روز بترسید، برای اون روز آمادگی بکنید و ایمانتون را محفوظ نگه دارید ای بنی اسرائیل. حال این دستوری که اینجا خدای عزوجل دادند و هم نعمتها را یادآوری کردن ترغیب هست و هم ترهیب است، از عذاب ترسوندن. در آخر بحث دوباره اینها را الله تعالی تکرار میکنه. در وسط انعامات هستند، انعامات و همچنین ناسپاسی ها، ناشاکری ها. انعام اول و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. یاد کنید زمانی که ما نجات دادیم شما را از آل فرعون، از فرعون و آل فرعون. چه کار میکرد؟ یسومونکم سوء العذاب، میچشاند شما را بدترین عذاب. اون بدترین عذاب چیه؟ تشریح سوء العذاب. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، بچه های شما را، پسر بچه های شما را ذبح میکرد و زنده نگه میداشت دختر بچه های شما را. بس اینجا هست که فرعون چرا این کار را با بنی اسرائیل میکرد؟ بسیاری از مفسران اقوال مختلفی نوشتند. بعضی نوشتند که چون در کتابهای دینی و مذهبی بود و به فرعون و درباریان فرعون این خبر رسیده بود که خدای عزوجل در ذریه ابراهیم، در اولاد ابراهیم و نسل ابراهیم هم انبیایی پیدا می کند و هم ملوک و پادشاهانی که اینها هم پیغمبر خواهند بود روی زمین، مردم را هدایت می کنند و پادشاهی هم به دست اینها خواهد بود. لذا فرعون می دونست که بنی اسرائیل اولاد ابراهیم هستند. از این جهت شروع
کرد به کشتن پسر بچه های اونها تا از این خطر محفوظ بمانند. می ترسید. صاحبان قدرت و صاحبان زور بیشتر می ترسند. این یک علت. بعضی گفتند که فرعون خوابی دید که معنای اون خواب این بود که از بنی اسرائیل و از خانه های، چون معبران اینگونه تعبیر کردند، از خانه های بنی اسرائیل از محلات بنی اسرائیل آتشی آمد و تمام قصر فرعون را سوخت. وقتی که تعبیرش را پرسید به او گفتند که از بنی اسرائیل فرزندی متولد میشه که سلطنت تو و حکومت تو به دست او سرنگون میشه. لذا برای پیشگیری از این مصیبت و جلوگیری از این حادثه و اتفاق فرعون چیکار کرد؟ فرعون دستور داد که هرچی پسر بچه هستند در این سال متولد میشن اونها را بکشن و اتفاقا موسی علیه السلام در همون سال متولد شد. بعضی میگن بعضی کاهنان و بعضی ستاره شناسان و بعضی کسانی که اخبار غیب میدادن اونها به فرعون اطلاع دادن. به هر حال همه این اقوال هست. علامه ابن کثیر نوشته، تفسیر کبیر امام رازی نوشته عن ابن عباس انه وقع الى فرعون و طبقته، به فرعون و گروهش این خبر رسیده بود. ما کان الله وعد ابراهیم، خداوند وعده داده ابراهیم را ان یجعل فی ذریته انبیاء و ملوکا، در اولادش پیغمبران و پادشاهانی قرار بده. فخافوا علی ذلك، از این می ترسیدن. و اتفقوا کلمتهم علی، و با هم متفق کردن علی اعداد رجال معهم شفار، که آماده بکنن مردهایی را که با اونها چاقو باشد. یطوفون فی بنی اسرائیل، در بنی اسرائیل بگردن خانه هایشون. فلا یجدون مولودا ذکرا الا ذبحوه، هیچ پسر بچه‌ای نبینند مگر او را بکشند. خب این یک قول بود. قول دوم همون خواب فرعون. قول سوم همون سخن نجومی ها و کاهن ها که این ثبوتی ندارد. بنابراین فرعون این تدبیر را کرد. اما در آیات دیگر قرآن مجید، در سوره قصص و دیگر سوره ها میخوانیم که الله عزوجل چگونه قدرتش را نشان میده که فرعون نادان دنبال اون پسر بچه‌ای که میگرده، الله اون پسر بچه را میبره در خانه خود فرعون تربیتش میکنه، در خانه فرعون بزرگ میشه، با همون سرمایه فرعون او هزینه و مخارجش در واقع درست میشه. پس این در واقع الله نشان میده که این قدرت های پوشالی هیچی نیستند. قدرت حقیقی مال رب العالمین است. علی ای حال فرعون به این بهانه بچه ها را میکشت. یسومونکم سوء العذاب، بدترین عذاب شما میدادند. یذبحون ابناءکم، این تشریح سوء العذاب است. بچه های شما را میکشتند. و یستحیون نساءکم، دختر بچه های شما را نگه میداشتند. و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، در این چیز بلایی بود عظیم از جانب ربتان. بلاء عظیم من ربکم. بلا دو معنا دارد. بلا هم به معنای امتحان می آید، هم به معنای نعمت می آید. اما این به معنای چی هست؟ اگر و فی ذالکم اشارهش به چی باشد؟ فی ذالکم در این کشتن فرعون پسر بچه ها را و زنده نگه داشتن دختر بچه ها را، اگر به اون راجع بشه بلاء به معنی امتحان و آزمایش میشه. یعنی اینکه فرعون بچه ها شما را میکشت بلاء امتحانی بود بزرگ از جانب رب شما. بلاء صفت بلاء عظیم هست. یا اینکه ما بلاء را به معنی انعام بکنیم، نعمت. و فی ذالکم اون وقت میشه در این نجات دادن، اذ نجیناکم، در این نجات دادن
بلاء یعنی نعمتی بود از جانب رب و بهتر همین صورت دوم است، تفسیر دوم است که ما مشار الیه فی ذالکم را نجات قرار بدیم و بلاء را به معنای نعمت قرار بدیم. چرا؟ چون که اینجا خدای عزوجل داره نعمت ها را ذکر می فرماید، بهتر است که این به معنی نعمت بشه. الله می فرماید فی ذالکم، در این نجات دادن شما ای بنی اسرائیل، بلاء یعنی نعمت بزرگی بود من ربکم، از جانب رب شما. خب ببین این انعام اول، خدا از چه مصیبتی شما را نجات داد. و اذ فرقنا بكم البحر، این انعام دوم هست. الله عزوجل اشاره به اون نجات میکنه و غرق فرعون و آل فرعون میکنه. بعد از اینکه موسی علیه السلام به این نتیجه رسید که فرعون قابل هدایت نیست، الله عزوجل هم دستور داد موسی را که شبانگاه بنی اسرائیل را بردار و برو به طرف کنعان، به طرف شام. اما اشتباهی مسیر را اشتباه رفت، به دریای قلزم رسید، جلویشون دریا. از طرفی فرعون هم رد پای اونها را آوردند. روز بعد فرعون به اونها رسیدند، بنی اسرائیل ناراحت شدند. موسی گفت که شما نگران نباشید، ان معی ربی سیهدین، رب من با من هست، مرا راهنمایی میکند. منتظر وحی الهی ماند. الله عزوجل به موسی علیه السلام دستور داد که عصایت را به دریا بزن، فاضرب بعصاک البحر فانفلق. اون دریا هم چی شد؟ شکافته شد. برای هر گروهی و هر دسته ای از بنی اسرائیل راهی باز شد. 12 دسته بودن، 12 تا راه باز شد. وقتی که اینها عبور کردن، موسی علیه السلام دلش میخواست دوباره بزنه تا این دریا جاری بشه، فرعون به ما دسترسی داشته نباشه. موسی و بنی اسرائیل به همین راضی بودن که نجات بیابند، اما رب العالمین به این راضی نبود. رب العالمین میخواست جلوی چشمان اونها بدترین و سختترین دشمن اونها که فرعون و فرعونیان باشند، آنهایی که سالهای سال اونها را شکنجه دادند، الله میخواست جلوی چشمان اونها اینها را نابود بکند. لذا الله تعالی فرمود موسی دست نگه دار، صبر کن تا اونها هم بیان. لذا موسی منتظر ماند. فرعون وقتی که رسید به لشکریانش گفت این دریا به دستور من ایستاده تا من رد بشم. لذا حماقت همینه. فرعون زد به دریا، گفت اسپا را بزنید تو دریا. همه لشکر وارد دریا شدند. دریای بزرگی بود. وقتی که همه وارد شدند، آمدند یک سرش به وسط دریا رسید و یک سرش اول دریا تازه رسیدند، زدن به دریا، هیچ کسی کنار دریا نماند. الان الله عزوجل به موسی دستور داد که بزن دریا را یک بار دیگه. یک بار دیگه موسی علیه السلام عصا را زد به دریا، دریا هموار شد، دریا برابر شد، جاری شد. وقتی که جاری شد، سبحان الله، اون حادثه ای که الله عزوجل اراده کرده بود و با بنی اسرائیل وعده کرده بود، اون حادثه و مصیبت بزرگ برای فرعون اتفاق افتاد. الله همه اونها را غرق کرد. این نعمت دوم که ببینید چه نعمتی، چه انعامی، چه احسانی من بر شما کردم. الله می فرماید و اذ فرقنا بكم البحر، زمانی که ما شکافتیم، بکم گفتم با به معنی لام است، لکم البحر، برای شما دریا را، یا با سببیه هست، به سبب شما ما شکافتیم و باز کردیم دریا را. فانجیناکم، ما شما را نجات دادیم، و اغرقنا آل فرعون، و ما غرق کردیم فرعون را با آل فرعون. و انتم تنظرون، و شما تماشا می کردید. چقدر زیباست که انسان ببیند بدترین دشمنش جلوی چشمش داره هلاک میشه. این باز یه نعمت دیگه هست که ببینی اونجا کنار دریا تماشا بکنی که دشمنت چطور نابود میشه،
چقدر دلت خنک میشه. و انتم تنظرون. بالاخره الله عزوجل این نعمت دوم را که دشمن شما را غرق کرد و نابود کرد این یادآوری فرمود. نعمت سوم، الله عزوجل وعده فرموده بود با موسی که بعد از اینکه شما از شر فرعون نجات یافتید به شما کتاب میدم، آیین زندگی، قانونچه زندگی و شریعت که در دنیا بر اساس او شما زندگی بکنید، عمل بکنید. خب هم بنی اسرائیل هم موسی علیه السلام احساس کردند از این به بعد زندگی راحتی خواهند داشت، اون زندگی که در اون زندگی قانون باشد، دستور العمل باشد، چه بکنیم چه نکنیم. لذا برای این انتظار داشتند. الله تعالی به موسی علیه السلام فرمود که بیا کوه طور 30 شب تا 40 شب، که 30 شب بود اول، و وعدنا موسی 30 لیلة، 30 شب وعده کردیم، اما بعدا به خاطر یک عارضه 30 به 40 تبدیل شد. و اتممناها ب10، ما اون 30 را تکمیل کردیم با 10 تا دیگه شد 40 تا. خب 40 شب وعده شد. فرمود در این مدت موسی علیه السلام روزه می گرفت باید و کتاب خدا و اون قانونچه که تورات باشد او را به موسی تحویل داد. اما این نعمت سوم است از یک طرف، اما از یک طرف کفران را ببین، ناسپاسی را ببین. اولین عهد شکنی، اولین ناسپاسی که اینها را خدا این همه لطف داره بهشون میکنه. از کشتن فرعون فرزندانشون را از اون نجات یافتند و بردگان فرعون بودند. بعدا فرعون را خدا جلوی چشمانشون هلاک کرد. الان سومین نعمت معنوی خدا بهشون کتاب میده که چطور زندگی بکنن. اینا شروع کردن گوساله پرستی را. گوساله پرستی، محبت گوساله پرستی در دلهایشون بود، معلوم میشه. و اشرب فی قلوبهم العجل، در دلهایشان محبت گوساله بود. این به خاطر چی بود؟ به خاطر کمال همنشینی بود. کمال همنشین در من اثر کرد. اینها وقتی که در مصر بودند با قبطی ها همسایه بودند، به همین خاطر هر که همسایگانی داره از ادیان دیگه خیلی باید مواظب باشه. اون مصری ها گوساله می پرستیدن، بخش بزرگشون اونا گوساله پرست بودن. این هم تو خونه های اونها رفت و آمد داشتن، آداب و رسوم اونها را می دیدن، حرکات اونها را می دیدن، عادی شده بود برای اینها. لذا به نوعی محبت گوساله در دل اینها هم جا گرفته بود از اونجا. پس این از به دلیل چی بود؟ همسایگی بود. اینجا که موسی علیه السلام وقتی که رفت و 30 تا به 40 تا تبدیل شد، دیر شد. اینجا اینا گفتن موسی چرا نیامد؟ هارون علیه السلام هر روز اینها را تذکر میداد، هر روز یادآوری میکرد نعمت خدا را، لطف خدا را. اما در میان اینها اهل نفاق هم بودند، منافقانی هم بودند. من جمله اونها سامری بود. سامری از همین حلی و زیورالاتی که با اینها بود اینها را تحویل گرفت و یک گوساله مجسمه گوساله درست کرد و یک تکنیک و تاکتیکی به کار برد که این گوساله ازش صدایی خارج می شد. لذا آمد به اینها گفت که موسی اونجا سرگردان، العیاذ بالله، خدا اونجا نیست، اونجایی که موسی رفته، خدا اینه که اینجا آمده. و همه چون محبت گوساله بود تو دلشون، همه شروع کردن به پرستش گوساله. حضرت هارون علیه السلام من کرد نکنید. خب خیلی ها نکردند، خیلی ها فریب نخوردند، اما بخش بزرگی گوساله را عبادت کردند. یعنی چقدر انسان عصبانی میشه قومی که اینقدر خدا بر اینها احسان داره و 2 تا پیغمبر مهربان خوب، راهنمای خوب الله برای اینها تعیین کرده. موسی چه موسایی، چه کمالاتی الله به موسی داده. اینها اینقدر ناسپاس، ناشاکر نشستن گوساله را عبادت میکنن.
اون مرد خدا رفته که برای اینها آیین زندگی بیاره، قانون زندگی، کتاب زندگی بیاره. لذا الله یاد میکنه این نعمت سوم را و این ناسپاسی را. الله میفرماید و اذ واعدنا موسی 40 لیله، زمانی که ما وعده کردیم با موسی 40 شب، وعده کردیم 40 شب. ثم اتخذتم العجل من بعده، سپس شما گرفتید گوساله را بعد از موسی. اتخذتم العجل مفعول دوم مقدر است، الها. گوساله را به چه عنوان گرفتید؟ به عنوان اله. و انتم ظالمون، شما با این کارتون ظالم بودید. ظالم یعنی مشرک، شرک کردید، گوساله پرستی کردید. خب باز هم نعمت دیگر، گوساله پرستی، غیر الله پرستی، باید خداوند ریشه اینها را میزد، همه را نابود میکرد. اما الله لطف کرد، همه را نابود نکرد. ثم عفونا عنکم، ما شما را معاف کردیم بعد از این. لعلکم تشکرون، حکمت، شاید شما شکرگزار بشید. ببینید عفو از چی هست؟ اینجا بنویسید عفو گناهشون نیست، عفو عن الاستیصال، یعنی خدا ریشهشون را بر نکند، ریشه کنشون نکرد. همونطور که فرعون و اینا گوساله پرست بودن، چطور خدا همه را نابود کرد، اینا را اونطور نابود نکرد، اما گناهشون را خدا نبخشید. گناه بعداً میآید که فرمود فاقتلوا انفسکم، گناه در صورتی بخشیده میشه که اینایی که گناه را مرتکب شدن باید کشته بشند. توبهشون کشتن اونها بود، اونا کشته شدن، بعداً خدا معاف کرد. پس مراد یک وقتی فکر نکنید که این و اون با هم چی هستند. تعارضاً کسی از شما این سوال را بکنه که اینجا خدا میگه ما معافشون کردیم، بعداً اونجا دستور دا فقتلوا انفسکم، چه معافیتی هست؟ پس این عفو عن الاستیصال است، عفو عن المعصیت نیست. یعنی خدای تعالی شما را نابود نکرد، ریشه شما را نزد و خدای تعالی با مؤاخذه کوچولویی از این گناه شما در گذر فرمود. و اذ آتینا موسی الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، انعام چهارم، انعام چهارم دادن این کتاب. خب پس اون انعام سوم چی بود؟ اون در واقع عفو هست که شما گوساله پرستی کردید، اونجا بحث کتاب ضمناً آمد، موسی برای کتاب رفت، شما را معاف کرد. اما انعام چهارم، نعمت چهارم که ما به موسی کتاب را دادیم، یعنی فرقان. واو تفسیری هست، تمام کتاب های آسمانی فرقانند. فرقان یعنی جدا کننده حق و باطل. قرآن هم فرقان است، قرآن مجید هم فرقان است. پس ما دادیم به موسی علیه السلام کتاب را، یعنی بین حق و باطل این امتیاز میکرد، جدا میکرد حق و باطل را. لعلکم تهتدون، این حکمت ایتا هست، شاید شما هدایت بشید، شما به هر حال به سوی هدایت و به سوی صراط مستقیم بیایید. اما بعدا میآید که اینها در مقابل این نعمت چیکار کردن. و اذ قال موسی لقومه، این انعام پنجم است. الله تعالی ردیف فرموده انعامهای مختلف را. این انعام پنجم اینه که الله عزوجل با توبه از اونها درگذر فرمود. توبه، ببینید خدا بر امت ما و بر ملت اسلامی ما چه احسانی داره که کبائر به وسیله توبه نصوح معاف میشند. گناهان کبیره به وسیله توبه نصوح، که توبه نصوح را ما قبلا خواندیم،
انسان رجوع صادقه اول نادم بشه، بعدا رجوع صادقانه پیش خدا بکنه و بعد در آینده اون گناه را تکرار نکنه. اما در بنی اسرائیل اینطور نبود. شرط پذیرش توبه قتل بود، یعنی هر کسی که گناه کبیره کرده باید سرش زده بشه، بعد اون بخشیده میشه. مثل این که مثلا کسی قتلی کرده در این شریعت، تنها راهش اینه که قصاص بشه، بعدا بخشیده میشه، الله قادر ببخشه. لذا اون زمان برای هر گناه کبیره توبهش قتل بود. لذا الله تعالی اینجا انعام پنجم را ذکر میفرماید که ما موسی دستور داد به خدا رجوع بکنید و شما را خدا میبخشد به شرطی که اونها مرتکب شدند کشته بشن. و اذ قال موسی لقومه یا قوم، زمانی که موسی به قومش گفت ای قوم انکم ظلمتم انفسکم. اولین چیزی که موسی به قوم میخواهد تزریق بکند احساس مرض. شما مریضید، قوم باور کنه که من مریضم. انکم ظلمتم انفسکم، پایینش بینیست یک احساس مرض. شما بر خود ظلم کردید. چرا؟ بیان مرض. دوم بیان مرض. باتخاذکم العجل، باتخاذکم العجل، با گرفتن شما گوساله را به عنوان اله. این بیان مرض است. شما مریضید، شما این شرک را انجام دادید. فتوبوا الی باریکم. سه، تجویز درمان مرض. پیشنهاد میده که درمان شما چطوره؟ درمان این مریضی توبه هست. فتوبوا الی باریکم. ببین شرط قبولیت توبه اونجا دو چیز بود. یک، از دل و با دل و زبان رجوع الی الله، یعنی قلبا هم پشیمان بشه و با زبان هم بگه خدایا اشتباه کردم. این یک شرط. دوم، فقتلوا انفسکم، خودتون را بکشید. چطور خودش را بکشد؟ یعنی اونهایی که گوساله پرستی نکردند بکشند اونهایی را که گوساله پرستی کردند. ای یقتل الذین لم یعبدوا العجل الذین عبدوا، اونهایی که عبادت نکردند بکشند اونهایی را که عبادت کردند. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، این بهتر است نزد خالق شما که شما به این صورت توبه بکنید، نشون بدی واقعا پشیمانید. فتاب علیکم، این نتیجه هست، نتیجه توبه. فتاب علیکم. اصل انعام پنجم اینه که خداوند بعد از این گناه شما که از هر گناهی بدتر هست بر شما رجوع کرد. چرا؟ این علت انه هو التواب الرحیم، بدون شک اون ذات به کثرت توبه پذیر هست و مهربان است. یعنی هر کسی که توبه بکند الله مهربان توبه او را قبول می کند. چنانچه اینها توبه کردن خدا قبول کرد. خب بالاخره بعد از اینکه توبه صورت گرفت اونها کشته شدن، بقیه موندن دو کتاب تورات و نبی خدا. انعام ششم، ببینید بعد از اینکه موسی علیه السلام تورات را آورد پیش اونها گفتن موسی 40 روز اینجا نبودی، الان این کتاب را آوردی، دستورات عجیب و غریبی داره، خیلی سخت مشکله، اصلا ما نمیدونیم این خدا فرستاده یا تو از جانب خودت آوردی، خودت این را نوشتی در این مدت و قانون وضع کردی برای ما درست کردی و آوردی. موسی علیه السلام وقتی که دید اینها باور ندارند گفت خب شما نمایندگانی تعیین بکنید که این نمایندگان شما بیایند و خودشون شخصا بشنوند، اونها بشنوند که شما چی؟
که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم، این نمایندگان بشنوند که خداوند اعلام بفرماید که این کتاب کتاب من است. بالاخره اینها 70 نفر از نخبگان خودشون را تعیین کردند. 70 تا از نخبگان را تعیین کردند، بهترین ها را. اینها الان برگزیدگان بودند. وقتی که این 70 نفر اونجا رفتند، الله عزوجل کلام فرمود. موسی هم همیشه میرفت، خدا را نمیدید، کلام خدا را میشنید. اون کلامی که اونطوری که به شأن الله تعالی لایق و سزاوار بود، اون کلام را شنیدند که الله اعلام فرمود این کتاب از جانب من است، دستور من است، به این کتاب عمل کنید. این 70 نفر هم نخبگان همون قوم. اینا گفتن موسی معلوم نیست این صدا مالکیه، ما قبول نمی کنیم تا زمانی که علنی خدا را ببینیم، به صورت علنی خدا را مشاهده بکنیم. لذا موسی علیه السلام از این ناراحت شد، الله عزوجل ناراضی شد و یک لحظه بیشتر اونها را خدا فرصت نداد، مهلت نداد و الله عزوجل از آسمان صاعقه آورد، همه اینها را در جا کشت و همه اینها در یک لحظه جان دادند. بالاخره موسی علیه السلام نگران شد، گفت خدایا من با این قوم الان چی کار بکنم؟ سرداران اونها، نخبگان اونها، بهترین های اونها همین هستن که اینجا کشته شدند. من که برم اینها میگن تو بردی اینها را کشتی، از بین بردی. اون وقت من چه جوابی بدم؟ از الله عزوجل خواست، التماس کرد اینها دوباره زنده بشند. حال انعام ششم اینه که خدای تعالی اینها را دوباره چی کرد؟ زنده کرد. الله میفرماید ما شما را بعد از مرگ شما دوباره چی کردیم؟ زنده کردیم. دیگه با چشمان خودتون دیدید. لذا الله میفرماید و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك، زمانی که شما گفتید ای موسی ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم، هرگز باورت نمی کنیم، حتی نر الله جهرة، حتی که ما خدا را علنی رو به رو ببینیم. وقتی که این گستاخی و بیادبی را کردید، فاخذتکم الصاعقه، شما را اون صاعقه آسمانی گرفت و همه شما را در یک لحظه کشت و از بین برد. و انتم تنظرون، و شما نگاه می کردید آمدن اون عذاب را، چطور از آسمان آمد شما را از بین برد. اما بعدا هم ما بر شما لطف کردیم، این انعام ششم است. ثم بعثناکم من بعد موتکم، سپس ما شما را دوباره بلند کردیم بعد از مرگ شما. لعلکم تشکرون، اونجا هست لعلکم تهتدون، اینجا هست لعلکم تشکرون، شاید شما شاکر باشید. همه این امتحانات برای هدایت، برای شکر و سپاسگزاری هست، اما چنان قوم ناسپاسی است که نه شاکر میشه و نه بر هدایت میاد. بالاخره بعدا میخوانیم که اینها برگشتن چه گزارشی دادن. گفتن کتاب خدا است ولی دوست دارید عمل کنید، دوست داری عمل نکنید، که الله عزوجل باز بر اونها غضب فرمود. و ظللنا علیکم الغمام، نعمت هفتم، انعام هفتم. اینها وقتی که در این صحرا بودن، صحرای سینا که میدان تیه به همین صحرای سینا میگویند، بسیار صحرای گسترده‌ای هست، بیابان بسیار وسیع هست. از دریای سرخ و بحر قلزم از اینجا که رد میشی شروع میشه تا بلاد شام که چندین کیلومتر تمام یک بیابان خشکی هست، بر خشکی هست.
اینها وقتی که در این صحرای سینا قرار گرفتند و موسی علیه السلام از اونجا برای تحویل تورات رفتند، اینها به موسی گفته ای موسی ما تو این صحرا چی کار بکنیم؟ اینجا قطره آب نیست، اینجا نان نیست، گرسنه ایم، از گرسنگی ما میمیریم. موسی علیه السلام دعا کرد، خدا انعام فرمود، احسان فرمود. اولا الله عزوجل برای اینها که در گرم اذیت نشوند، ببینید واقعا اینقدر گاهی انسان این آیات را میخواند به این نتیجه میرسه که اینقدر که خدا بر این قوم احسان کرده، بر این قوم لطف کرده که کارهای خارق العاده بر هیچ قومی نکرده، و باز اینقدر که این قوم ناسپاس و ناشاکر است. اینها از کنم که نعمتهای خدا را نادیده گرفتند، هیچ قومی هم نیست. چرا خداوند فرمود و ضربت علیهم الذلة والمسکنه و باءوا بغضب من الله؟ واقعا اینها در مقابل هر نعمت ناسپاس بودند. لذا الله عزوجل ابر آورد که شما سایه ندارید، خانه ندارید، درخت ندارید، باغ ندارید، این ابر سایه شما. ابر بالای سرشون سایه انداخت و یک نسیم بسیار ملایم میوزید، بهترین هوا را داشتند در اون صحرای خشک سینا. بعد برای اینکه گرسنه بودند الله عزوجل من و سلوا را فرستاد. اونجا درختانی بود، هر صبح بلند می شدن، روی این درختها یک شیره‌ای هست که شیره‌ای بود که مثل حلوا بسیار مقوی، هر صبح بلند می شدن برای خودشون به اندازه یک روزشون جمع شده بود. و الله تعالی سلوا پرنده‌ای بود، پرنده بیابانی که تقریبا از نسل کبک هست، شبیه همین کبک، بعضی گفته همین کبک هست، یا اون نوع دومش که بلدرچین میگند یا سیسو به اصطلاح میگویند. این کبک ها و این سلوا به هر حال هر صبح بلند میشدن، میدن اطراف چادرهایشون، اطرافشون زیاد هست، اینا را راحت میگرفتند و برای خودشون کباب درست میکردن. از یک طرف خداوند اون شیره مقوی و حلوا را برایشون، و بعد آب خواستن از موسی علیه السلام. آب نداریم. الله عزوجل به موسی دستور دادن که به وسیله عصا که عصای معجزه بود بزن روی سنگ. روی سنگ از سنگ ها که الله تعیین کرده بود زد، 12 تا چشمه از اون سنگ چی شد؟ جاری شد. پس این نعمت، این همه لطف با کی شده؟ لذا الله اینها را یادآوری می‌فرماید در این آیات. الله می‌فرماید وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى. ما سایه کردیم بر شما ابر را در اون صحرای سینا، در اون میدان تی. و انزلنا علیکم المن والسلوى، و ما نازل کردیم از خزانه غیب بر شما من و سلوا را. و قلنا لهم، به آنان گفتیم کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید از مالهای پاکیزه‌ای که به شما رزق دادیم، یعنی از همین بخورید. ولی اینها الله عزوجل ببین اجازه خوردن داد، نفرمود برای خودتون ذخیره کنید، برای خود نگه دارید. اما اینجا اینها ناسپاسی کردن، ذخیره هم کردن. الله اشاره میفرماید و ما ظلمونا، بر ما ظلم نکردند، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اما آنان بر خود ظلم کردند. وقتی که خدا نعمتی میده، بالخصوص نعمت عمومی، بدترین چیز اینه که انسان برای خودش ذخیره بکنه، همه بخورند تا روزی که نعمت وجود داره همه استفاده بکنند. پس بر ما ظلم نکردند و اونها بر نفسهای خودشون ظلم کردند.
خب این پس انعام هفتم بود که الله عزوجل من و سلوا را برای اونها نازل فرمود. و اذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. اینجا خدای عزوجل اشاره به یک واقعه دیگری داره که در اون واقعه چقدر احسان کرد بر اینها. داستانش بسیار طولانی هست، داستان بنی اسرائیل. به صورت مختصر عرض می کنم که اینها در همین صحرای سینا سرگردان شدند. به همین خاطر این میدان را میدان تیه و صحرای تیه هم میگویند. تیه به معنی سرگردانی، یتیهون فی الارض، سرگردان بودن در زمین. چرا؟ چون که موسی علیه السلام بعد از این مراحل که خدا این همه نعمت خورد و نوش و ابر و آب و همه چیز را بهشون داد و بعد از این که نعمت تورات را بهشون داد، الله عزوجل دستور داد اگر میخواهید که بری با عزت زندگی بکنید، قانون شما باشد، حکومت شما باشد، خودتون آقای بالا سرتون باشید، پس این قوم عمالقه، قوم جابر و ستمگری که آمده شهر شما را تصرف کرده، بیت المقدس را، پایتخت شما را، پایتخت شام هست، برید با اونها بجنگید، با اونها بجنگید، جهاد بکنید و الله وعده فرمود که من شما را نصرت میکنم. این قومی که این همه معجزات دیده، این همه آیات دیده، باید برای این آسان باشد جهاد. اما اینقدر از ستم قوم عمالقه و از قدرت اونها شنیده بودن که سخت مرعوب بودن. انسان زمانی مرعوب میشه، وحشت زده میشه، میترسه که ایمانش سست باشه. لذا موسی علیه السلام به اینها گفت ما میریم میجنگیم. گفتن نه، ما آماده نیستیم، ما هر کاری بگه میکنیم، جهاد نمیکنیم. کسی که ایمانش ضعیف باشه از جهاد میترسه. لذا موسی علیه السلام هر کاری کرد، اینها قبول نکردن. به این خاطر روی زمین سرگردان شدند. یتیهون فی الارض به این معنا هست، به اون معنایی که بعضی از اهل تفسیر و اهل ترجمه نوشتند، به اون معنا نیست که صبح حرکت میکردن. بعضی سرگردانی این را نوشتند، صبح حرکت میکردن، میرفتند، شب میخواستن به جای برسن، نگاه میکردن همون جای صبح هستند. اینطور نبود. سرگردانی به این معنی. خیلی از اقوام الان که جهاد را، ما مسلمان ها هم جهاد را ترک کردن، سرگردانند، از خود حکومتی ندارند، از خود عزتی ندارند، تحت سیطره دیگران هستند، تحت استعمار دیگران هستند. یک کشور تحت استعمار انگلیسه، یک کشور تحت استعمار روسه، یک کشور تحت استعمار نمیدونم آمریکا هست. اینا همه یعنی از خود اختیاری نداریم. هرگاه این مسلمانان میخوان کاری بکنن باید اربابانشون اجازه بدن. این سرگردانی هست، عزت نداشتن همینه. پس بنی اسرائیل را الله عزوجل فرمود اگر میخواهید که خودتون باشید و خودتون جهاد بکنید. جهاد نکردن، سرگردان بودند، قدرت به دست دیگران بود، اینها اینجا مونده بودند چه کار بکنند. لذا الله عزوجل اینها را سرگردان کرد تا 40 سال. در همین زمان سرگردانی بود، جهاد نکردند، وظیفه خودشون را عمل نکردند. هارون علیه السلام و موسی علیه السلام ناراحت شدند، رفتند یک بلندی، یک کوهی، اونجا خدا را عبادت میکردند. از این قوم قهر کردند، تا مدتی عبادت کردند و هارون علیه السلام همونجا وفات کرد. موسی علیه السلام همونجا هارون را دفن کرد و بعد موسی آمد پیش قوم و به قوم خبر داد که برادرم هارون وفات کرد. مدت موسی هم در میان اینها بود، موسی هم وفات کرد و موسی علیه السلام را اونجا دفن کردند. بعد این قوم همینطور سرگردان بود. بعد از موسی علیه السلام الله عزوجل پیغمبران دیگه فرستاد. حضرت یوشع را فرستاد.
یوشع بن نون، تا اینکه بالاخره بعدا اینها در زمان حضرت یوشع دیده این همه سرگردانی، در زمان موسی اینها متذکر نشدن، این نسل هم مرد. این نیست که تا 40 سال اینا فقط راه می رفتن، نه، اینا یک جای چادر زده بودن، یک جای سکونت کردن. آخر حتی از خدای عزوجل در همین زمان موسی من و سلوار خدا هم از جلوشون گرفت که اونها ذخیره کردن و خراب شدند، اونها بوسیدن، در واقع خراب شدن، متعفن شدند همون خوراکی ها. و بعد خدا اونها را از اونها گرفت، گفتن خب ما این همه خوردیم، خسته شدیم، ما میخوایم که چیز متنوعی بخوریم، ما میخوایم سبزیجات بخوریم، ما میخوایم گندم باشد، نان باشد، نمیدونم سبزی باشد و پیاز و فلان باشد. تا اینکه الله عزوجل به اونها دستور داد که بروند، شهری بود به اون شهر برند، اونجا اطراف شهر برای خودشون کشاورزی بکنن، نوکر مردم بشن، برای مردم مزرعه مردم کار بکنن، اونجا برای خودشون چیزی بخورن. لذا بعضی گفته این شهر شهر اریحا بود، رفتن اونجا. پس این 40 سال به همین صورت گذشت، یعنی اینها همونجا سرگردان بودند و نه کاری، نه شغلی، نه درآمدی، نه پستی، نه مقامی، نه ریاستی، نه قانون زندگی، همینطور سرگردان. تا اینکه در زمان یوشع علیه السلام اینها جهاد کردند، یوشع دستور داد اینها جهاد کردند با عمالقه، همونطور که وعده خدا بود. خدا اونها را شکست داد، اونها زود عقب نشینی کردند و شکست خوردند، فرار کردند. بعدا الله عزوجل بیت المقدس را برای اینها فتح کرد. خدا دستور داد که وارد این قریه بشید، وارد این شهر بشید و هر جا که دوست دارید بمانید، بخورید. اما وقتی که وارد شهر میشید و شهر بیت المقدس، با تعظیم، سجده کنان، با تواضع وارد بشید، چون اون شهر شهر مقدسی هست، شرایط خاصی داره، مثل شهر ما مکه مکرمه که مقدس است. شما اجازه ندارید با این عمامه بزرگ وارد بشید، با این کلاه وارد بشید، باید سرتون را لخت بکنید. با این لباس قشنگ که دوختید اجازه ندارید، باید 2 تا لباس کفنی بپوشید، پایتون لخت باشه، سرتون لخت باشه. ولو اینکه شما پادشاه و رئیس جمهور باشید، شاه باشی یا گدا باشی، باید مثل هم وارد بشه، لباستون مثل هم باشه. لبیک اللهم لبیک، لبیک گویان وارد بشید. ما چطور برای شهر مقدس خودمون قوانینی داریم، الله برای ما وضع کرده. پس برای اونها همینطور الله دستور داد که شما وارد شهر بشید با سجده متواضعانه و از خدا بخشش بخواهید. اما اونها هم سجده نکردند و با غرور و تکبر، یا بعضی میگن برعکس، رفتند و به صورت عرض کنم که عقب رفتند و به جای حتتون، حتتون معنیش هست مسئلتنا حتتون، یعنی خواسته ما بخشش است، اونا به جای حتتون حنتتون گفتند، گندم، به مسخره. لذا الله عزوجل این نعمت را یادآوری میفرماید و اون ناشاکری را، ناسپاسی را. الله میفرماید و اذ قلنا ادخلوا هذه القریه، وقتی که ما دستور دادیم که داخل بشید در این قریه. بله، انه بیت المقدس و هو اختیار قتاده و الربی و ابو مسلم الاصفهانی و غیرهما. و بعد والمراد بها على المشهور احد ابواب بیت المقدس و تدعى الان باب حطه، قاله ابن عباس. روح المانی گفته این شهر شهر بیت المقدس است و این ورودی الان هم اسمش هست ورودی حطه. همون زمان الله دستور داد که الله می فرماید ادخلوا هذه القریه، این قریه را داخل بشید، فکلوا منها حیث شئتم، بخورید در این قریه هر جا که خواستید، رغدن با فراخی،
وادخلوا الباب سجدا و داخل بشید از در شهر، ورودی شهر در حالت سجده. و قولوا حطة، این شکر بدنی هست، سجده تواضع، و شکر زبانی. و قولوا حطة، و به زبان هم بگوید حطة ای مسئلتنا حطة، خدای بخشش. اگر شما با این شرایط وارد شدید، این همه سال که شما کوتاهی و گناه کردید، می بخشیم. نغفر لکم خطایاکم، ما می بخشیم برای شما گناهان شما را، خطاهای شما را، و نه تنها گناهان شما را می بخشیم، و سنزید المحسنین، ان قریب می افزاییم در محسنین، در احسان اونها، در نیکی های اونها. یعنی اونها نیکی میکنن، ما به اونها بیشتر پاداش میدیم. اما عناد بنی اسرائیل ببین، خدای رحمان که این همه مهربانی کرده، همین یک کلمه و همین یک حالت که با تواضع وارد بشند و این کلمه مغفرت را بطلبند، چقدر کار داره. قومی را که تمرد بر او غالب بشه نمیشه کاری کرد. الله میفرماید فبدل الذین ظلموا، تبدیل کردن کسانی که ظلم کردن، قولا غیر الذی قیل لهم، این را به قولی و به سخنی غیر از آن چی که گفته شده بود. قرآن نگفته چی گفتن. بعضی مفسرین میگن به جای حطتون حنتتون گفتن. حنتتون فی شعرتن، یعنی گندم تو پوستش هست، گندم تو عرض کنم که خوشهش هست. این مسخره. لذا حنتتون فی شعرتن گفتن غیر الذی قیل لهم، غیر از اون سخنی که به اونها گفتیم. الله اینجا ناراضی شد، بر اونها غضب کرد. فانزلنا، این سبب تبدیل است. فانزلنا علی الذین ظلموا، ما نازل کردیم بر آنانی که ظلم کرده بودند، ظلم کردند. همینها ظلم کردن، کلمه را عوض کردن. نازل کردیم رجزن، عذاب بزرگی. رجز به معنی عذاب است، اما اینجا بعضی تفسیر کردن طاعون. وبایی را، طاعونی را فرستادیم. علامه بیضاوی نوشته رجز را به معنی طاعون. طاعونی آمد که 70,000 نفرشون مردند به خاطر این ناسپاسی که نسبت به خدا اونها کردند. ما بر اونها طاعونی فرستادیم من السماء، از آسمان، بما کانوا یفسقون، یعنی به سبب فسقهم المستمر. ابو سعود نوشته به سبب این فسق همیشگی، به سبب این که همیشه اینها فاسق بودند و پیشه اینها، کار اینها فسق و فجور بود، این سبب عذاب است. خب پس ببینید این نعمت دیگر و کفران نعمت دیگر، چقدر این قوم ناسپاس است. و اذ استسقى موسی لقومه فقل نضرب بعصاک الحجر، این انعام ششم است که داستانش را عرض کردم. در همون صحرای سینا وقتی که آب خواستن، موسی علیه السلام دستور یافت که با عصا بزند سنگ را. سنگ 12 تا چشمه جاری کرد. الله وقتی که بخواهد کسی بگه از سنگ چطور چشمه جاری شد، ببینید الله عزوجل این امروزه چطور از یک سنگ چشمه جاری کرد که تمام دنیا میبینند. زیر پای اسماعیل زمزمی درست شد که زمزم این چشمه است از سنگی که به طرف حجر الاسود است، از اون سمت داره میاد. تمام دنیا از این آب داره استفاده میکنه، این آب تمام نمیشه. الان به وسیله ماشین ها و به وسیله مکش های بسیار قوی حکومت سعودی داره این آب را جمع میکنه، ذخیره میکنه، بسته بندی میکنه، ولی این آب یک قطره بگو کم میشه. اون در چه وادی لم یزرعی. الله وقتی میخواد قدرت نشون بده این گونه نشون میده. لذا الله میفرماید و اذ استسقى موسی لقومه فقل نضرب بعصاک الحجر، انعام هشتم. زمانی که طلب آب کرد موسی برای قومش، ما به اونها گفت اجابت الهیه.
ما گفتیم اضرب ای موسی بزن به وسیله عصایت سنگ را. فانفجرت منه 12 عینا. الله می فرماید جاری شد از آن 12 تا چشمه. 12 تا چشمه جاری شد از این سنگ. قد علم كل اناس مشربهم. میدانست هر گروهی مشربهم. مشرب به اصطلاح آبسر، محل برداشت آب یا محل شرب آب. تقسیم کرد موسی، این چشمه مال فلان گروه، این چشمه مال فلان قبیله، چون پسران 12 تا فرزندان یعقوب بودند اینها. بله، کلوا واشربوا من رزق الله. الله به اونها دستور داد کلوا، ای قلنا، ما گفتیم بخورید، واشربوا بنوشید، من رزق الله، از رزق خدا. الله دوست داره بندگانش نعمتش را استفاده بکنند، ولی به شرطی که گناه نکنند. از دنیا، از نعمتهای دنیا، از مال مباح دنیا، هر چی که استفاده میکنید بکنید، مباحتون باد، ولی ربتون را ناراضی نکنید. الله فرمود ولا تعثوا فی الارض مفسدین، و نگردید در زمین فساد کنان. تعثو خودش با فساد گشتن است، مفسدین حال مؤکده او است. یعنی با فساد نگردید، در حالی که شما مفسد باشید شما نگردید با فساد، بلکه مصلح باشید، صالح باشید و بخورید و بنوشید. خوردن و نوشیدن عیب نیست، استفاده از نعمت عیب نیست. خب، نعمت دیگر الله عزوجل می فرماید اینها وقتی که ما به اونها یک نوع نعمت داده بودیم که اونها را هم گرفتیم، گفتن ای موسی یک نوع طعام برای ما تکراریه، همیش کباب بلدرچین بخور، همیش حلوای عرض کنم که خدایی بخور و اون شیره یک بسیار لذیذ بخور. پس این برای ما تکراریه. ما چه میخواهیم؟ ما میخواهیم که از این محصولات زمین، مثل گندمش، مثل عدسش، مثل پیازش، مثل اینهایی که عرض کنم مردم از زمین میکارند و برداشت میکنند، از اون ما میخواهیم. لذا و اذ قلتم، زمانی که شما گفتید یا موسی، ای موسی لن نصبر على طعام واحد، ما هرگز صبر نمی کنیم بر طعام واحد، یک نوع طعام. پس از تو چی می خواهیم؟ فادع لنا ربک، بخواه برای ما از ربت، یخرج لنا، این مضمون دعاست، که برای ما بیرون کند، مما تنبت الارض، از آن چیزی که می رویاند زمین، من بقلها، از سبزیجاتش، و قثائها، قثا میگویند خیار چنبر را، و فومها، و از گندمش، و عدسها، عدسش، و بصلها، پیازش. خدای عزوجل این قوم ناسپاسی هست. در زبان بلوچی مثل معروف هست، میگویند که اون کسی که با کاه زندگی میکنه شایستهش همون کاه هست. پوگ کاه را میگن به اصطلاح. میگی برای کسی که به هر حال همیشه با کاه هست و با گرد و خاک است، لایق او و شایسته او همون کاه هست، دیگه از کاه بیشتر چیزی نباید بهش بدیم. اینها دیگه واقعا ارزشش خودشون را اینقدر پایین آوردند که خدای عزوجل به اونها غذای بهشتی میده. اینها پیاز میخواند، اینها از کنم عدس میخواند. الله عزوجل میفرمای موسی اونها را تذکر داد، قال تذکر موسوی. و این استفهام برای اظهار تعجب هست، استفهام تعجب. قال اتستبدلون، آیا شما تبدیل میکنید الذی هو ادنا، اون چیزی که ادناست، بی ارزش است، بالذی هو خیر، در مقابل اون چیزی که بهتر است برای شما. پرنده، اونم پرنده بیابانی، اونم چه غذای لذیذ، اون را تبدیل میکنید به یه چیز بی ارزش. اشکال نداره، خدا اجابت کرد.
خدا گفت اهبطوا مصرا، پایین برید، از این جا برید پایین تر یک شهری، فان لکم ما سألتم، برای شماست اون چیزی که میخواهید. اونجا لازم نیست که من موسی دعا بکنم، اونجا برید کار بکنید. من غیر دعای احد، بغیر از اینکه کسی دعا بکند. ولا یلیق الی ان ادعو، برای من هم لایق نیست، مناسب نیست برای شما دعا بکنم، برید خودتون کار بکنید. لذا ببینید اینقدر ناشاکری الله عزوجل میفرماید اینها رفتن به اون شهر و این قوم با توجه به این همه ناشاکری، الان حداقل 10 تا نعمت شما خواندید، 8 تا جداگانه بود، 2 تا در 2 زمان دیگر. الله میفرماید و ضربت علیهم الذلة والمسکنه، برای اینها زده شد یعنی ثبت شد بر اینها ذلت و مسکنه. ذلت این نتیجه اول دنیوی هست، ذلت و مسکنه خاری، یعنی پستی و خاری برای اینها نوشته شد. این در دنیاست، هر وقت اینها پست، اینا خار، اینا ذلیل، اینا از خودشون استقلالی ندارن. امروز هم بعضی میگویند که به عنوان یک قدرت است، یک جرثومه هست اسرائیل و صهیونیست، اما اینها ذلیلند. اینها بدون تکیه بر این قدرت های مسیحی و قدرت های از کنم که اروپایی و آمریکایی، اینها هیچ استقلالی نداره، اینها را آب میبرد. لذا الله میفرماید که برای اینها ذلت و خاری نوشته شد در این دنیا و در اون دنیا چه خبره؟ و باءوا بغضب من الله، و اینها رجوع کردن به خشم و غضبی از جانب خدا، به غضب من الله. به همین خاطر به اینها را چی میگوییم؟ مغضوب علیهم. پس غیر المغضوب علیهم اینها هستند، مغضوب علیهم اینها هستند که ما از خدا میخوایم خدایا ما مثل مغضوب علیهم نباشید. هر نماز ما دعا میکنیم، روزی چند بار دعا میکنیم خدا مثل اینها ما نباشیم. خب حال سوال اینجا هست که چرا ازل اینها اینقدر خراب شد؟ چرا آینده اینها اینقدر تیره و تار شد، اینقدر سیاه شد؟ مگر اینها بهترین نبودند؟ اینها را خدا بر همه عالمیان فضیلت نداده بود؟ خدا اینها را برتر قرار نداده بود؟ نفرمود و انی فضلتکم علی العالمین؟ مگر در همین قوم 4000 پیغمبر مبعوث نشد؟ بین سیدنا موسی و عیسی فقط 4000 پیغمبر فرستاده نشد؟ مگر همه اینها انبیا زاده نبودند، پیغمبر زاده نبودند؟ بودند. اما از اینجا معلوم میشه، خوب توجه بفرمایید، برای همه ما انسان ها درس عبرته که خدای عزوجل به حسب و نسب نگاه نمی کند، به نسبت که با پیغمبر نسبت داشته باشی. یکی از کنم فریب خوردگی بسیاری از مسلمانان این هست که یه نسب خوبی دارن، بعضی ها مثلا نسبتی با رسول الله دارند، به همین خوشند. بعضی مثلا در سلسله نسب اونها یکی از صالحان است، از اولیاء هست، به این خوشند. الله عزوجل به نسب انسان نگاه نمی کند. الله عزوجل به عمل نگاه می کند، به عقیده و عمل نگاه می کند. هر کسی باشی، سیاه باشی، سفید باشی، از سادات و قریش باشی یا از اون اقوام عقب مانده دنیا باشی، اصل باید تقوا داشته باشی، خدا ترس باشی. اینها که بهترین ها بودند، پیغمبر زادگان بودند، اینها را الله عزوجل بدترین انسان ها قرار داد. در این دنیا ذلت و خواری برایشون نوشته شد، مغضوب علیهم در آخرت هم هستن. خب پس معلوم میشه که آقازادگی انسان را نجات نمیده، آخوندزادگی و پیرزادگی انسان را نجات نمیده. انسان را رابطه با الله، رابطه خوب و حسنه با الله انسان را نجات میده.
لذا الله عزوجل اینقدر اینها را بدبخت کرد. چرا؟ به خاطر عمل کرد سویشان. اینا خودشون فریب خوردن. چی گفتن؟ نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خداییم. فرزندان خدا به چه معنی؟ یعنی محبوبان خدا. ببین هر کسی را دوست داشته باشه میگه پسرم. یک آدم بزرگوار یک نوجوانی را خیلی دوست داره، اخلاقش، اونو میگه تو پسر من هستی. اینا معتقد بودن که انبیا که دوستان خدا هستند فرزندان خدا هستند. یعنی از نظر محبوبیت ما هم فرزند خدا هستیم، چون ما هم از همون نسل هستیم. لذا ما محبوب خداییم. ابناء الله تفسیرش هست و احباؤه، ما محبوب خداییم. چرا محبوب خدا؟ چون ما پیغمبر زاده ایم. الله میفرماید پیغمبر زاده بودید ولی عملتون را نگاه بکنید. عمل اینها چی بود؟ هر پیغمبری می آمد اینها کفران می کردند. پیغمبران را اینها شهید کردند. اینا به گمان خودشون عیسی را شهید کردند، یحیی را شهید کردند، زکریا را شهید کردند. بسیاری پیغمبران دیگر که اسامیشون در کتابای تفسیر نوشته، یلمیحا و تملیحا و امثالهم، که چه اندازه از کنم سند دارد، چون از خود کتابهایشون نقل شده. لا نصدق ولا نکذب. اونها را شهید کردن. لذا الله می فرماید ذالک بانهم كانوا یکفرون بآیات الله، این به سبب این است که اینها، ببینید باءوا بغضب من الله چند دلیل داره. دلیل اول به سبب این که آنها کفر کردن نسبت به آیات الهی، و دلیل دوم و یقتلون النبیین بغیر الحق، نبیین را به ناحق کشتند. کشتن پیغمبر برای اینها کار آسانی بود. پیغمبران را شهید کردند، خیلی از پیغمبران را. چرا؟ علت العله چی هست؟ ببینید هر گناه بزرگی و جنایت بزرگی اگر شما دیدید که یک جای یک کسی انجام میده، بدونید که پیش زمینه اون گناه کوچکتری هست. این گناه کوچکتر باز پیش زمینه کوچکتری دارد. همیشه گناه کوچک که انسان تحویل نگیرد که این گناه هست، جرأت بکند، منجر میشه، باعث میشه گناه بزرگ رو انجام بده. اون گناه بزرگ باعث میشه که بزرگتری مثل کفر و شرک و قتل نفس انجام بده. پس ذالک بما عصوا، این علت العله هست. این چی هست؟ بنویسه علت العله. ذالک بانهم كانوا یکفرون، بنویسه علت. كانوا یکفرون دلیل اول، و یقتلون النبیین دلیل دوم. ببینید چرا اینها مورد غضب خدا واقع شدن. علت این که دو دلیل، كانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون النبیین. خب حال چرا کفر کردند؟ چرا قتل کردند؟ به خاطر اینکه ذالک بما عصوا، قبلا گناهان دیگری انجام میدادند. عصیان، تجاوز. عصوا و کانوا یعتدون. اول عصیان، نافرمانی خدا، و کانوا یعتدون، و بودند اینها همیشه متجاوز بودند، هر جا تجاوز، از حد خودشون میگذشتند. پس ببینید اولین علت عصیان و تجاوز است. این عصیان یا عصیان و تجاوز سبب شد که اینها کفر بکنند، انبیا را شهید بکنند. اون سبب شد که باءوا بغضب من الله، در این دنیا و در اون دنیا همیشه مورد خشم و غضب و لعن و نفرین الله واقع بشن. این مطلب را که عرض کردم مفسرین بسیار جالب نوشتن. تفسیر ابو السعود، علامه ابو السعود رحمه الله نوشته ای جرهم العصیان و التمادی فی العدوان الى ما ذکر من الكفر و قتل الانبیاء. یعنی ابتدا همین که گناه میکردن، عصیان میکردن، و تمادی فی العدوان، یعنی تجاوزی که میکردند همیشه ادامه میدادند، همیشه این کارها را میکردند. این باعث شد، این منجر شد الی ما ذکر فی الکفر و قتل الانبیاء، که آخر کفر کردند و قتل انبیا کردند.
چرا؟ فإن صغار الذنوب اذا دوم علیها عدت الی کبارها. خوب توجه بفرمایید، نکته بسیار مهمی است، برای ما جای عبرت است. گناهان کوچک وقتی که بر اونها مداومت بشه، انسان پروا نکنه، لاپروا باشد و همیشه انجام بده، اینها باعث میشه به کبار. لذا یک کسی اگر همیشه ظلم میکنه، تو گوش این میزنه قلدره، تو گوش اون میزنه، این انسان فردا جرأت میکنه خون به ناحق بریزه، خون ناحقی هم بریزه. این کوچکتر از نسبت به او، این منجر به اون میشه. وقتی که خون بزرگتری بریزه، بعد این جنایت بزرگتری هم انجام میده. بنابراین انسان باید پروا داشته باشه، از گناه بترسه. فإن صغار الذنوب اذا دوم علیها عدت الی کبارها. برعکس هم همینطوره. علامه ابوالسعود میفرماید اگر کسی توفیق یک طاعت کوچولویی دارد، عبادت کوچکی دارد، مثلا روزانه 100 بار اورادی میخواند، یک بخشی از قرآن تلاوت میکنه، 2 رکعتی توفیقش پیدا میکنه، آخر شب نمازی میخونه، این را کم نشمارد. مثلا وقتی میخوابی همیشه توفیق داری، وضو میگیری 2 رکعت میخوانی میخوابی، این کم ندون. نگو این 2 رکعت مرا به کجا میرسونه. نه، همونطور که گناه کوچک باعث میشه به گناهان بزرگ، همچنین طاعت کوچک که از نظر شما کوچک است، این راه را باز میکنه برای توفیقات بزرگ، راه را باز میکنه برای توفیقات بزرگ. فإن کما ان مداومت صغار الطاعات، فقط مداومت مهم است. کاری میخوای بکنی همیشه بکن، 1 روز و 2 روز دمدمی نباش. کما ان مداومت صغار الطاعات، مداومت بر طاعات کوچلو، مؤدیتا الی تحری کبارها، این باعث میشه که به کبار شما چی بکنید؟ دسترسی بیابید و توفیق داشته باشید. پس این قانون هم در گناه هست، هم در طاعت و بندگی و توفیق. الله می فرماید ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآیات الله، این به سبب این بود که آنها کفر می کردن نسبت به آیات الهی، و یقتلون النبیین بغیر الحق، و انبیا را به ناحق می کشتند. ذلك بما عصوا و كانوا یعتدون، این به سبب این بود که آنها عصیان و نافرمانی می کردن و در هر مسئله تجاوز می کردن و مداومت بر کارهای بر تعدی داشتن، بر تجاوز داشتن. خب، ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، الله عز وجل بسیاری از انعامات را بر یهود ذکر کرد و بعد از اون فرمود یهود به دلیل اینکه چه کار کرد، به دلیل این ناسپاسی هایش برای همیشه مورد غضب قرار گرفت. اما راه بازگشت هست. راه بازگشت چیه؟ هر کسی باشی، چه مسلمان باشی، چه یهودی باشی، چه نصرانی باشی، چه اون صابی باشی، صابی اونهایی که خودشون را به ملت ابراهیمی نسبت میدادند، بعضی میگن صابی اونی که به زبور ایمان داشتن. خلاصه هر کسی باشی، این اسمت مهم نیست. بگی من یهودیم، من مسیحیم، من مسلمم. اصل عملت مهم است، ایمان به خدا و روز آخرت. بعضی از اینجا برداشت اشتباه گرفتن. یه مسئله امروز در دنیا مطرح است، وحدت ادیان. وحدت ادیان معنیش اینه که همه این ادیان الهی و آسمانی بر حقن، چه مسلمانیه، چه مسیحیه، چه یهودیه، چه زرتشتیه، هر کسی عمل بکنه با دیگری کار داشته نباشه. نه خیر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود سوگند به خدا که اینها رستگار نمیشن تا زمانی که ایمان نیاورن به من و به اون کتابی که من نیاوردم. لذا
این به معنای وحدت ادیان نیست. آمن بالله، ایمان به خدا یعنی ایمان به رسول خدا، ایمان به این قرآن، به کتاب خدا، به روز آخرت، به همون صورتی که قرآن گفته. لذا الله می فرماید ان الذین آمنوا، همانا کسانی که ایمان آوردند، این لقب امت محمد است صلی الله علیه وسلم. والذین هادوا، و آنهایی که یهودی شدند لقب امت موسی است. والنصارى، و آنهایی که نصرانی شدند لقب امت عیسی. والصابئین، و آنهایی که صابی شدند لقب امت ابراهیم. من آمن بالله والیوم الاخر، این خبرش هست. هر کسی که از اینها ایمان بیاورد به الله، به ذات الله و صفات الله و رسول الله، توحید، رسالت، والیوم الاخر، و به روز معاد، به روز آخرت ایمان بیاورد و بر اساس اون ایمان عمل کند، و عمل صالحا، و عمل صالح انجام بده، فلهم اجرهم عند ربهم، الله می فرماید برای آنان هست اجرشان نزد ربشان، نزد پروردگارشان، اجر و پاداششون را نزد پروردگار دریافت می کنند. ولا خوف علیهم، دفع مضرت، هیچ خوف و خطری نیست، تهدیدی نیست بر اونها. ولا هم یحزنون، و اونها درباره آینده هم غمگین نیستند، هیچ غمی و اندوهی برای آینده خودشون هم ندارند، به شرطی که ایمان به خدا و روز آخرت بیاورند. خب اینجا پس نوعی فتح باب امیدی بود برای کسانی که مورد خشم و غضب الهی شدن، که باز هم میتونند بیایند وارد چی بشن؟ مسیر ایمان، ایمان به الله، به توحید، ایمان به رسول الله و ایمان به یوم آخر. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، از اینجا نوع ثانی بحث با یهود آغاز میشه. از این به بعد بیشتر ذکر فسادات اونهاست، ذکر خباست های اونهاست. نعمت ها ذکر شد، الان ناسپاسی ها، ناشاکری ها، کفران نعمت، خباست ها گرچه در لابلای اونها هم ذکر بود، اما اینجا مقصود به ذات همون خباست ها هستن که ذکر میشند. ببینید اون 70 نفر بعد از این که برگشتند، دقت داشته باشید این بحث مهمی هست. اون 70 نفر بعد از این که برگشتند، اونجا خداوند با صاعقه اونها رو کشت، به برکت دعای موسی دوباره زنده کرد، برگشتند. اینجا آمدند به قوم گفتند بله چنین حادثه‌ای برای ما رخ داد، اتفاقی رخ داد، ما شنیدیم که پروردگار گفت این کتاب من است. اما طبق گفته بعضی از مفسرین از خود اضافه کردند که خدا گفته هر کسی میخواد عمل کنه، هر کسی نخواست اجباری نیست. بعد از اینکه اینو گفت، اونها گفتن که برای ما عمل مشکله، این همه احکام، این همه دستورات، ما همه را انجام بدیم، موسی از توان ما خارج. وقتی که اینو گفتند، الله عزوجل ناراضی شد و کوه طور را الله تعالی بلند کرد، از جاهش بلند کرد و آورد بالای سرشون قرار داد. بعضی میگن این کنایه هست از چی؟ از مسئولیت، از تکلیف شرعی، و غلطه. آیات قرآن تا زمانی که به معنای حقیقی میشه عمل کرد، به طرف معنای مجازی و معنای کنایی نمیریم. خب چطور ممکنه کوه را بلند بکنه؟ از قدرت الله، هیچ چیزی بعید نیست. اللهی که برای همین قوم بالای سرشون ابر را میاره سایه میکنه، برای همین قوم الله عزوجل از یک سنگ 12 تا چشمه جاری میکنه، برای همین قوم من و سلوا را به اون صورت معجزانه الله برایشون میاره، فراهم میکنه و فراوان میکنه. برای همین قوم از یک دریای بزرگ 12 تا راه هموار خدا فراهم میکنه.
خب وقتی که همین قوم ناسپاسی بکنه کوه طور رو هم بالای سرشون قرار میده. پس همه اینها آیات هستند. بنابراین اینها وقتی که گفتم ما عمل نمی کنیم، الله کوه طور را آورد که الان این کوه را به سر شما میزنیم. همه افتادن به سجده و گفتن غلط کردیم، ما عمل میکنیم، توبه میکنیم. و به قول مفسرین با گوشه چشم نگاه میکردند و به سجده افتاده بودند. بالاخره خدای عزوجل دور کرد کوه را. و اذ اخذنا میثاقکم، این خباست اول، ما گرفتیم پیمان شما را، و رفعنا فوقکم الطور، بلند کردیم بالای شما کوه طور را به خاطر خباست، به خاطر که گفتی به تورات عمل نمی کنیم. و باز خدا تشریح میثاق، خدا چه پیمانی از اونها گرفت؟ خذوا ما آتیناکم، بگیرید اون چی که ما به شما دادیم. یعنی عمل کردن به تورات این میثاق است. به قوت، با قوت، با قدرت، ای به تعلیم و تعلم. و اذکروا ما فیه، و یاد کنید اون احکامی ترین تورات است. لعلکم تتقون، ای حکمت ذکرت، شاید شما متقی بشید یا شاید تتقون، دور بشید از عذاب خدا. یعنی به این تورات عمل کنید، به دستورات این کتاب عمل کنید تا از عذاب خدا، ای تتقون عقاب الله، از عذاب خدا فاصله بگیرید. اما مرض دیگر، باز هم شما عمل نکردید، ثم تولیتم من بعد ذلك، باز هم شما پشت دادید بعد از این. به بنی اسرائیل الله می فرماید، و الله می فرماید فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل خدا بر شما نبود و رحمت خدا نبود. فضل خدا چیه؟ بازم خدا عذابشون نداد، عمل نکردند. فضل خدا بالامهال و التأخیر، این که خدا شما را مهلت داد و زود عذاب نداد. اگر اون فضل و رحمت نبود لکنتم من الخاسرین، شما از زیانکاران می شدید فی الدنیا و الاخره. ولی خدا شما را عذاب نداد، فضل فرمود بر شما، احسان فرمود. اینجا من یه سوالی را میخوام مطرح بکنم و عرض بکنم که اون سوال در اذهان می آید گاهی خواهی نخواهی. اون اینه که ما داریم لا اکراه فی الدین، در دین هیچ اجباری نیست. خدای عزوجل وقتی گفته اجباری نیست، این اجبار است. خدا کوه طور را بر بالای سرشون قرار داد، یلا عمل بکنید. اجبار همینه. جوابش اینه که ببینید لا اکراه فی الدین مفهومش این نیست که اجبار در دین نیست یعنی عمل کردن به دین، نه. این لا اکراه فی الدین ای فی دخول الدین. هیچ کسی را اجبار نمی کنیم که حتما داخل بشید تو این دین، حتما داخل بشه در این آیین، حتما داخل بشه در اسلام. نه، اجبارش نمی کنیم. اما اگر خودش با رضایت خودش داخل شد، آمد گفت من قبول می کنم لا اله الا الله را، بعد از این که گفت لا اله الا الله را من قبول می کنم، گویا یک تعهدی با خدا بست. الان بر او لازم است که بر اساس این تعهد به دین و مفاد دین عمل بکند. باید چیکار بکند؟ باید نماز بخوند، باید زکات بپردازد، باید روزه بگیرد، مالدار است باید حج انجام بده، باید اگر عرض کنم که حجاب را رعایت بکند اگر زن هست، باید عرض به خدمت شما که شراب نخورد. همه اون چیزی که اسلام گفته بعد از اون باید عمل بکند. اون که اجبار نیست، اجبار در دخول دین نیست. این مثل این میماند که ببینی یک مجموعه هست، یک چهار دیواری هست، برای خودش یک قانونی داره، یک کشوری هست برای خودش یک قانونی داره. شما اینجا نشستی، ملزم نیستی قانون اون کشور را
عمل بکنی. اما وقتی که اجازه دخول گرفتی به اون کشور، با ویزا با رضایت خودت رفتی تو اون کشور، اونجا حق نداری که قانون اون کشور را نادیده بگیری. مثلا شما راننده هستی بگی در کشور ما رانندگی از جانب راست جاده هست. نه خیر، الان که به اون کشور اروپایی رفتی باید از طرف چپ چی بکنی؟ رانندگی بکنی. اجازه نداری که به قانون خودت نگاه بکنی. هر مجموعی، هر چهار دیواری که میری باید به قوانین اون مجموعه چی بکنی؟ احترام بگذاری. شما وارد این سازمان میشید، این مجموعه میشید، خب کسی شما رو مجبور نکرد وارد بشی. وقتی که وارد شدی، ثبت نام کردی، الان باید قوانین اونها رو چی بکنی؟ عمل بکنی. این حوزه علمی برای خودش قوانینی داره، دستوراتی داره که طلاب باید عمل بکنن، لباسشون اینطور باشه، کلاهشون اینطور باشه، ریش و محاسن داشته باشن، نماز را باید با جماعت بخوانن. شمایی که بیرون هستید، شما لازم نیست از قوانین ما تبعیت بکنید. بعضی قوانین مخصوص حوزه هستن. مثلا بعد از نماز مغرب حق نداری بری از مدرسه بیرون. بعد از نماز شب باید اینجا باشی، در درس های شب اونجا تکرار مطالعه شریک بشی. اما اگر کسی آمد ثبت نام کرد، گفت مرا به عنوان یک طلبه بپذیرید، ثبت نام کرده با رضایت خودش، بعد از اون باید قوانین اینجا را چی بکند؟ بپذیرد. همچنین دین، ورود به دین، وارد شدن به دین اجباری نیست. مثلا دین اسلام فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، لا اکراه فی الدین. اما کسی خودش آمد گفت نه من مسلمان میشم، لا اله الا الله را خواند، اون با رضایت خودش آمده. الان دیگه باید نمیتونه مسلمان باشه شرابم بخوره، نمیتونه مسلمان باشه بی حجابم باشه. الان باید قوانین اسلام را چی بکنه؟ عمل بکنه. پس اونها خودشون قبلا ایمان آورده بودند به موسی، ایمان آورده، الان میگه تورات عمل نمی کنم. الان خدا مجبورشون میکنه، میگه تورات عمل کن. من همیشه برای فهم دوستان و طلاب یه مثال ذکر میکنم که یکی از نویسندگان نوشته بود، علامه ابن جوزی بود یا کسی دیگه بود، تو کتابی دیدم نوشته بود که یکی از خلفا و یکی از حکام مسلمان آدم بسیار زرنگی بود. این یک دوستی داشت، دوستش مسیحی بود، همیشه با هم دیگه رفت و آمد داشتند. این با این مسیحی از بس که آداب و رسوم مسلمانان را دیده بود، خیلی دوست داشت دین اسلام را، اما معتاد مشروب بود، شراب بود. به اون حاکم مسلمان، به اون دوستش گفت من خیلی اسلام شما را دوست دارم و میخواستم مسلمان بشم، فقط یک چیزی جلوی من را گرفته، من مسلمان بشم بعد نمیتونم شراب بخورم، نمیتونم بدون شراب هم زنده بشم، زنده بمانم، به این خاطر، به خاطر شراب من مسلمان نمیشم. اون حاکم گفت که ببین حاکم الان منم، تو مسلمان شو بعدا یک کاریش میکنیم. میخواست با رضایت خودش بیاد مسلمان بشه، اجبار که نمیتونه او را مجبور بکنه دوستش را یالا مسلمان شو. اون وقتی که دید که چراغ سبزی بهش نشون داد، امیدوار شد، گفت باشه. آمد مسلمان شد، کلمه را خواند لا اله الا الله، جز مسلمانان شد. خب الان مسلمان است میخواد شراب بخوره. او حاکم گفت ببین ما حاکمان مسلمان این اختیارات را نداریم که احکام خدا را بتونیم تغییر بدیم. پس مواظبت باش، دوست من هستی، من نمیخوام که تو را اذیت بکنم، ولی مواظبت باش اگر شراب خوردی 80 ضربه شلاق میزنم و اگر برگشتی به مسیحیت مرتدی، اون وقت مجبورم سرت را بزنم. این الان تو دوراهی من چیکار بکنم؟ اگر شراب بخورم ضربه شلاق میخورم، اگر برگردم مرتد میشم و منو میکشند. لذا الان که با رضایت خودش آمده بود،
لذا احکام را قبول کرد، مجبور شد. بقیه را از قبل دوست داشت، فقط شرابش را، مشروبش را مجبور شد ترکش بکنه. بس عیناً مثل همین مثال بدونید، این بنی اسرائیل با رضایت خودشون ایمان آورده بودن. الان که ایمان آورده میگه من به تورات عمل نمی کنم. غلط میکنی، عمل نمی کنی. تو وقتی که این کتاب را پذیرفتی، وقتی که این دین را پذیرفتی، باید به این عمل بکنید. لذا الله عزوجل میفرماید که ثم تولیتم من بعد ذلك، بعد از این شما روی گردانی کردید. فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل الله بر شما نبود و رحمت الله بر شما نبود، لکنتم من الخاسرین، شما از انسانهای زیانکار در دنیا و آخرت می شدید. فضل خدا یعنی چه؟ یعنی خدا شما را فوراً عذاب نداد، جزا مقدره. فلولا فضل الله علیکم و رحمته لعذبکم، اگر فضل خدا و رحمتش نبود شما را عذاب میداد، اون وقت لکنتم من الخاسرین. الله عزوجل ما مسلمانان را و ما اهل ایمان را از ناسپاسی، از ناشاکری، از کفران نعمت، از این کاری که بنی اسرائیل کردند، ما را از اینها حفاظت بفرماید و بندگان سپاسگزار و بنده واقعی رب العالمین قرار بدهد. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد على نعمة الإسلام، يا رب لك الحمد على نعمة الدين والقرآن، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعفاف والغنى والتقى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية ومعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم آت أنفسنا تقواها، أنت خير من زكاها، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إله العالمين جميع أحوال ما را إصلاح بفرما، دين ما را إصلاح بفرما، إيمان ما را إصلاح بفرما، تقوى ما را إصلاح بفرما، عمل ما را إصلاح بفرما، اخلاق ما را اصلاح بفرما، ظاهر و باطن ما را اصلاح بفرما. پروردگارا ما را مسلمان، همان مسلمانی بگردان که در این قرآن از بندگانت توقع داری. ما را مسلمانی که ایمان کامل دارند، عمل صالح دارند، تقوای درست دارند، از اون مسلمانان بگردان، اخلاق صحیح دارند. پروردگارا به وسیله این کتاب ارزشمند و مقدس ما را اصلاح بفرما، به ما توفیق عمل نصیب بفرما، توفیق پیاده کردن این دستورات و نظام قرآنی در زندگی نصیب بفرما. پروردگار ما را از بندگان بی عمل و بد عمل نگردان، از اونهایی که فقط خواندند و برخواستن نگردان. به ما توفیق عمل بده، به ما توفیق تجدید نظر در زندگی بده. پروردگارا به ما توفیق اصلاح بده، ما را و فرزندان و اولاد ما را، جوانان و دختران ما را، پسران و دختران همه را اصلاح بفرما.
قشر جوان را اصلاح بفرما. پروردگارا اونهایی که مرتکب معاصی و گناه هستند، پروردگار اونها را اصلاح بفرما و گناهان را ریشه کن بفرما، گناهان را نابود بگردان و اله العالمین عذابت را از ما منحرف و منصرف بگردان، وبا را از ما برگردان و ما را عافیت و سلامتی نصیب بفرما. پروردگار این شرایطی که امروز به پیش آمده، این شرایط را به نفع اسلام بگردان، همه را متوجه دین بگردان، متوجه توحید بگردان، متوجه اشتباهات و اشکالاتشون بگردان و همه را توفیق توبه نصیب بفرما. پروردگار این بلا و وبا را بردار، انسانیت را نجات بده، بشریت را نجات بده، امت را نجات بده، بر همه بالخصوص بر بندگان مسلمانت ترحم بفرما. اله العالمین مساجد را باز بفرما، مدارس دینی را باز بفرما، اجتماعات دینی را برقرار بفرما. پروردگار مدتی هست که بر ما مسلمانان سخته که از عبادت دست جمعی ممنوع شدیم. اله العالمین شرایط خوبی فراهم بفرما و میدانیم که ناشاکری ماست که این نعمت از ما گرفته شده. پروردگار نعمتهای مادی و معنوی را به ما برگردان، مشکلات ما را حل بفرما، مشکلات دنیا و دین ما را حل بفرما. عزیزان ما که مشکلاتی دارند و تقاضای دعا کردند، مشکلات همه را، همه این کاربرانی که این درس را گوش می کنند، مشکلات همه را برطرف بفرما، به همه جزای خیر بده و همه را عامل به قرآن و سنت بگردان، خاتمه ما را با ایمان بگردان و آخرت ما را بهتر از دنیا ما بگردان. از ما راضی و خوشنود باش مولای بزرگ و به ما توفیق بده که زندگی را با رضایت تو سپری بکنیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا رب.